الگوریتم 2025 برای رشد توی یوتیوب و اینستاگرام. سلام ارادت، خیلی مخلصم. محمد رضا محمدخانی ام، پیج و چنل رشد دات ایجنسی. تو ویدیو قبلی خودم معرفی کردم آقا داستان چه قراره و اینا. بازم من میگم این اول هر ویدیو قراره بگم بنده هیچ ادعایی از بلد بودن ندارم. تا آخر عمرم قراره آموزش ببینم. از شمایی که در این ویدیو رو میبینی مطمئنم شما 10 تا نکته رو بیشتر از من میدونی که من نمیدونم و 100 البته استفاده میکنم از تجربتون. و آقا اینایی که دارم میگم تجربه است. ببین من تیم تولید محتوا دارم، خب برای 10-15 تا تقریبا تا الان کارفرما من کار کردم. خدا رو شکر نه برای همشون، برای بعضیاشون نتیجه های خوبی هم کسب کردم. تجربه همون رو دارم بهتون میگم. رو راست هم چنل یوتیوبم و هم پیج اینستاگرامم هم تازه زدم. خیلی خوشحال میشم که فالو کنی و سابسکرایب کنی و امیدوارم مفید باشه برات. الگوریتم 2025 برای رشد. ببین یه چیزی که هم توی یوتیوب هم توی اینستا میبینید، خب حالا فعلا من اینستا رو اول توضیح بدم. ببین هر سال یه سری ویدیوها میبینی که الگوریتم رشد توی 2024، الگوریتم رشد توی 2023، الگوریتم رشد تو فلان. اینستاگرام به خدا اینقدر بیکار نیست که بیاد ماه به ماه الگوریتم آپدیت کنه. الگوریتم چیه؟ از خودت سوال پرسیدی تا الان الگوریتم اینستاگرام چیه؟ الگوریتم یوتیوب چیه؟ ببین یه ذره بریم تو دل ماجرا. یوتیوب و اینستاگرام واسه چی الان هست؟ واسه اینکه من و تو پول بسازیم؟ نه. چه واضحه. پس هدف چیه؟ هدف یوتیوب و اینستاگرام درآمدزایی خودشونه. واضحه، هممونم. چجوری درآمدزایی میکنه؟ با سرگرم کردن من و شما. اینم که میدونیم ما این وسط میخوایم پول در بیاریم، چه تو اینستاگرام چه تو یوتیوب. چیکار کنیم؟ حالا اگه بحث ترید و چارت تا اینا علاقه داشته باشی، یا من یه مطالعه عمیقی داشتم. بانک‌ها توی بحث فارکس یا بازارهای مالی معاملات بزرگ و سنگین انجام میدن دیگه، پول درشت اونا میبرن. ما خورده پاها باید لابلای اینا استفاده کنیم، یه ذره پولمون و سهممون رو برداریم و خداحافظ. اینستاگرام برای خودش میخواد درآمد درست کنه یا یوتیوب؟ خب از سرگرم کردن من و شما میخواد درآمد درست کنه. ما میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا دمت گرم میخوای سرگرم کنی، پس هدف سرگرم کردن دیگه، ما هم سرگرم میکنیم، ما هم مخاطب سرگرم میکنیم. به یوتیوب میگیم آقا انقدر ویو گرفتیم پولمون رو بده. اینستاگرام هم که حالا خدماتمون رو میفروشیم، یا دورامون رو میفروشیم، یا نمیدونم محصولمون رو میفروشیم، هرچی. اوکی، پس پایه و بنای این فضاها سرگرم کردن مخاطبه. قرار نیست تو این چنل حرفای قلمبه سلمبه بشنوی، یا قرار خودمونی بریم جلو. خواستم اینو بگم تجلیلش بشی. ما چیکار کنیم؟ ببین الگوریتم رشد توی 2025 2026 2027 2031 تا 20 نمیدونم 90، خب اینه که مخاطبت رو سرگرم کن. حالا شما محصول داری، آنلاین شاپ داری، کفش میفروشی، ساعت میفروشی، حالا ما یه پروژه داشتیم کار میکردیم لیوان کاغذی کافه میفروشی برای قهوه، برای کافی شاپا. بیاد داستان سرایی کن. ببین به عنوان مثال ما یه سناریو برای ایشون نوشتیم، ویو خوبی هم گرفت. فکر میکنم 12000 تا جذب گرفت تو پیجی که 3-4000 تا ویو میگرفت. چی بود داستان؟ اومد گفت صافکار دوست داره که تصادف کنی، دکتر دوست داره که مریض شی، وکیل دوست داره که کار قضایی برات پیش بیاد، اما ما فقط ماییم که به فکر اشغالتیم که لیوان قهوه داریم واسط میزنیم. دیدی؟ داستان ایجاد کن. کلی هم لیست قیمت داراش تو کامنت فرستادن. این داستان درست کن. الگوریتم رشد توی 2025 جنین که اگر سبکتو پیدا نکردی و پیجت صفره، هر روز پست بذار تا سبکتو پیدا کنی. 2 هفته هر روز پست بذار، اگر نمیتونی یه روز در میون پست بذار، بشین ویواتو ببین. این پستم 100 تا ویو خورده، این پستم 500 تا ویو خورده، این پستم 1000 تا ویو خورده. ببین استثنا هم داریم، ما یکی پست میذاره 20000 تا ویو میگیره. نه، ما داریم خودمونی، خود ماها که میخوایم تولید محتوا کنیم ویو بگیریم. یعنی ما به استثنای خاص کاری نداریم. خیلی هم کارشون هم خفن ندارم، میشون هم گم. ما حالا سبک خودمون داریم اینجوری. 500 تا ویو خورده، 1000 تا. آها، توی 2 هفته این 2000 تا ویو خورده و از تمام پستام بیشتر بوده. توش چی گفتم؟ این کارو کردم، این حرفو زدم، این داستانو بردم. داستانو گفتی؟ تمام. داستانتو پیدا کردی، همونو بیا خلاقانه کن، همونو بیا خلاقیت توش به خرج بده. داستان همونه، تو ویدیوی بعدی کم عوض کن داستانو، کم یه چیز دیگه اضافه کن. بعد دوباره میشینی مقایسه میکنی، میبینی خب آقا اینی که من اینجا پیدا کردم، اینم که تغییرش دادم، اینو که تغییر دادم ویو بیشتر گرفت. پس حالا اینو که تغییر دادم، یه ویدیو دیگه میسازم، یه چیز دیگه اینو تغییر میدم.
این جواب نداد، پس سبک همینه، سبک همینه، اینو تغییر میدم، یه راه دیگه، ویوش بیشتر شد، فلان شد، فلان شد. همینه آقا. بساز برادر من، خواهر من، داداش و خواهر بزرگتر من، بسازین محتوا بسازین. ببین به نتیجه نگاه نکن. من یه زمانی داشتم تا این پیج خودمون، خب این چند وقته یه کوچولو سرم خلوت شد، شروع کردم دارم 1000 تا محتوا میسازم. دوست داشتی پیجمونم فالو کنی، رشد.agency. خب به درد میخوره، سعی میکنم اونجا نکات به درد بخوره بگم. به این چند وقتا سرم شلوغ شده، تازه اونم کانال یوتیوب و پیجمو زدم و خب دارم رو الان که دارم صحبت میکنم چنلم نزدیک 70 تا سابسکرایبر داره. اینقدر بساز سبک خودتو پیدا کنی. سبک خودتو که پیدا کردی همونو پیش برو. پس ببین الگوریتم خاصی نداره، اگرم داشته باشه ببین ما کار نداریم باش. ما میایم محتوامون رو بسازیم، به قول قدیمی‌ها میخوایم بریم آقا بگیریم دشت خودمون رو بگیریم و خداحافظ. چی کار داریم الگوریتم این چیه، اون چی گفته، این چی گفته؟ شما مخاطب خوب، محتوای خوب بساز، مخاطب رو سرگرم کن، فروشت هم داری، همیشه هم روی الگوریتمی. خب بذار اونایی که میرن هممونم خوب میشناسیم تو این فضا باشی، احتمالاً یه نفر تو ذهنتون میاد خب برای بحث الگوریتم. بذار اونا برن دوره الگوریتم بخرن ببینیم چی میشه. ما همین سبک خودمون رو بریم جلو. تا عاقلا راهی برای خندیدن پیدا کنن، ما دیوانگان 1000 بار خندیدیم. اوکی؟ تو اونا بخوان یه راه امتحان کنن ببینن با کمالگرایی جواب، ما 100,000 تا راه رفتیم، از این 100,000 تا راه 2 راهمون جواب داده، همونو پیش میگیریم میگیم. پس سخت نکن برای خودت. خیلی مخلصم، دوستتون دارم، افتضاح. ببین من سعیم اینه، ببین رفاقتی ببریم جلو. اوکی؟ پس نظرتو توی کامنت ها واسم بنویس که آقا چقدر با حرف من موافقی، الگوریتم قبول داری نداری، و خیلی هم خوشحال میشم که چنلمو سابسکرایب کنی و دمت هم گرم تا اینجا اومدی یا خیلی برام با ارزش شد. ببین تو همین چند دقیقه فکر کنم نمیدونم چقدر شده ولی فکر کنم 10 15 دقیقه شده. خب تو این 10 15 دقیقه میتونستی 500,000 تا کار بکنی، ولی 10 15 دقیقه وقت زندگی و عمر تو برای من گذاشتی. دمت گرم. جدی میگم دمت گرم که وقت گذاشتی. و ویدیوهای بعدی قرار راجع به نکاتی راجع به تولید محتوا، رشد و اینکه آنلاین شاپ بزنم ببخشید، و گفتم خب چه کاریه، من الان کارم اینه، کارم تولید محتوای تیم دارم، چرا دیگه بیام تو آنلاین شاپ. نکاتی که اگر آنلاین شاپ میزدم رعایت میکردم و میخوام تو پستای بعدی بگم. اوکی؟ پس چنلم داشته باشی، امیدوارم که به دردت بخوره. ارادت دارم، دمتون گرم، خدا نگهدار.